سیلوستر گاردنزیو استالونه بازیگر و فیلمساز آمریکایی است. او جوایز متعددی از جمله یک جایزه گلدن گلوب و همچنین نامزدی 3 جایزه اسکار و 2 جایزه بفتا را دریافت کرده است. استالونه یکی از تنها 2 بازیگر تاریخ سینما در کنار هریسون فورد است که در 6 دهه متوالی در یک فیلم شماره 1 باکس آفیس بازی کرده است.